حضرت یعقوب علیه السلام فرزندش حضرت یوسف را چنان دوست می داشت نمیخواست که از او جدا شود، ولی فرزندانش حضرت یوسف را از آغوش گرم پدر، از آغوش حضرت یعقوب علیه السلام چیکار کرد؟ جدا کرد. البته هر یک پدر فرزند خود را دوست می دارد، اما صد افسوس که ما فرزندها به قدر این نعمت داده خداوند نمی رسیم، به مهربانی های پدر نمی رسیم. پدر این یک چراغ خانه هست، ستون خاندان است، اما صد افسوس بعد از گذشتن پدر به قدرش می رسیم، آن وقت دیر خواهد شد. پیرمرد 80 ساله با پسر تحصیل کرده 45 ساله خود روی کت خانه نشسته بودند. ناگهان زاغ کنار پنجره اشان نشست. پدر از فرزند پرسید این چی هست؟ پسر پاسخ داد زاغ است. پس از چند دقیقه دوباره پرسید این چی هست؟ پسر گفت پدر من همین حالا که گفتم زاغ است، زاغ. بعد از مدت کوتاه پدر بار سوم پرسید پسرم این چی هست؟ پسرش عصبانی شد و با همان حالت داد زد. گفت پدر چند بار گویم زاغ است، زاغ است، زاغ است. پدر از سخنان فرزندش ناراحت نشد، به اتاقش رفت و با دفتر خاطرات قدیمه اش برگشت. صحیفه را باز کرد و به پسرش گفت که آن را بخواند. آنجا چنین نوشته بود: امروز پسر کوچکم 3 سال دارد و روی کت با من نشسته است. هنگامی که زاغ کناری پنجره نشست، او از من 23 مرتبه پرسید که این چی هست. من گفتم که نام این زاغ است. هر بار که او میپرسید عاشقانه بغلش میکردم و به او جواب میگفتم. جالب این بود که اصلا عصبانی نمیشدم، برعکس مهرش به دلم بیشتر جای میگرفت. عزیزان دل و دیدم، هیچ وقت به پدر و مادرتان با درشتی سخن مگویید، چرا که آنها به شما حیاتشان را داده اند. برای بزرگ شدن شما سعی و کوشش کردند. در حیات همه خوبی و نیکی ها را دیدند، اما وقتی که پیر شدند به سر آنها نباید داد زنیم، بلکه مهربانی هایش کنیم. شما را دوست می‌دارم پدر جان.